اگر میخوای یه کوبیده نرم و خوشمزه که از سیخ نیفته داشته باشی تا آخر این پست همراه من باش. گوشت چرخ کرده پیاز رو رنده کن و آبش رو کامل بگیر و بذار کنار، چون آب پیاز لازممون میشه. نمک، فلفل سیاه، جوش شیرین و زعفرون رو به گوشت اضافه کنید و ورز بدین. اون قدری ورز بدین تا گوشت حالت چسبنده پیدا کنه. این از مایه کوبیدمون آماده شد. حالا اون آب پیازی که بهتون گفتم رو یه کوچولو جوش شیرین بهش اضافه کنید. راز نیفتادن کوبیده از سیخ اینه. و بعد آب پیاز و جوش شیرین رو به سیخ بزنید، قشنگ سیخ رو خیس کنید. بعد گوشت رو روی سیخ پهن کنید. در آخر هم با انگشت شست و میانی یا همون وسط بهش فرم بدین. یعنی شما یکی دو بار این کار رو انجام بدین، قلقش میاد دستتون و خیلی راحت میتونید سیخ بگیرید. در آخر هم بالا و پایین سیخ رو کات کنید که گوشت قشنگ به سیخ بچسبه، که حین کباب کردن از سیخ نیفته. این از کوبیدمون. بعد هم روی آتیش، روی منقل، کباب پز یا هر چیزی که دوست دارین میتونید کبابش کنید. به همین راحتی میتونید خودتون تو خونه کوبیده درست کنید. پیشا پیش هم نوش جونتون.